اگر شما قرآن بخوانید در قرآن هیچ شیعه و سنی وجود نداره، هیچ طریقت نیست. قرآن میگه همه ما مسلمانیم. ما خیلی از خواهرها و برادرای شیعه داریم توی این مجالس میان، دوستشون داریم، از صمیم قلب دوستشون داریم. شیعه و سنی که اعمالی و موافق به قرآن و سنت رسول الله و موافق به اهل بیت رسول الله است، علی الرأس و العین، نور چشم من هست، تاج سر من هست. السلام علیکم. نام من هوا شفیع ادریس است. من شاگرد مکتب هستم. سوال من این است که در نایجریا مذاهب مختلف مثل شیعه سنی وجود داره. پس سوال من این است که شما در این باره چی میگویید؟ به خاطر که غیر مسلمان ها در این منطقه کشور نایجریا بسیار زیاد حمله میکنند و میگویند که اگر اسلام یکی است، پس چرا شما به بخش های مختلف یا گروه های اسلامی تقسیم شدین؟ خواهر ما سوال کرد و سوالش خارج از موضوع است. موضوع درباره بخش ها نیست، اما جواب سوالشان که به گروه های شیعه و سنی تقسیم شدیم، چرا به این بخش ها تقسیم شدیم و ما به غیر مسلمان چی جواب بدم؟ فقط یک دین وجود داره و یگانه دین درست اسلام است و یگانه راه پیامبر است. اگر شما قرآن بخوانید، در قرآن هیچ شیعه و سنی وجود ندارد، هیچ طریقه نیست. قرآن میگه که بگویید ما مسلمان هستیم. خداوند در سوره العمران چپتر 3 آیت 103 میگه اتسیموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، و همه یک جا بر اسمان خدا چنگ بزنید و پراگنده نشوید و شما به قرآن مقدس و احادیث صحیح حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چنگ بزنید و پراگنده نشوید. خداوند به صورت واضح در سوره انعام چپتر 6 آیت 159 میگه بیگمان کسانی که دین خود را پراگنده ساختند و گروه شدند، تو با آنها هیچ گونه سر و کار نیست. پس گروه ساختن در اسلام حرام است، منع شده. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چی کاره بود؟ آیا او شیعه بود، سنی بود؟ آیا او طریقه بود؟ او یک مسلمان بود. و من سخن خود با سوره العمران چپتر 3 آیت 64 شروع کردم که با گفتن این کلمه خلاص میشه. بگو که من مسلمان هستم، نگفت است که من شیعه هستم یا سنی هستم، فقط بگو من مسلمان هستم. و یا چیزی که باید عمل کنید قرآن و احادیث صحیح می باشد. به هر حقیقت قرآن و احادیث معتبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عمل کنید و مسائل اضافی را رد کنید. به هر حال شما یک مسلمان هستید. ما مسلمانیم، بنده خدا هستیم. شافعی به حنفی توهین نکنه، حنفی به شافعی توهین نکنه، حنفی و شافعی سنی به شیعه توهین نکنه. اگر دلیل داری مطرح کن، همدیگر رو دوست بداریم. کشور مال همه است، مال شیعه هست، مال سنی هست، مال مسلمان هست، مال غیر مسلمان هست. این کشور مادر ماست، وطن ماست، بالاتر از همه اسلام همه چیز ماست، پدر و مادر ماست. اگر کسی اشتباه میکنه تذکر بدیم. خیلی محترمانه، فرهنگ همزیستی اینجا بلوچ هست، کرد هست، مهاجر افغان هست، بنگالی هست، بندری هست، ترک هست، عرب هست، شیعه هست. من به برادرها و خواهرای شیعه هم گفتم وقتی میاد اینجا تو قیام مهرتم با خودت بیار، دستم نبند، کسی حق نداره چپ چپ بهش نگاه بکن. اگر پید برد که این مهر نباید بذاره، اون موقع خودش نمیزه. ما خیلی از خواهرها و برادرای شیعه داریم توی این مجالس میان، دوستشون داریم، از صمیم قلب دوستشون داریم. رفتار بعضی از افراد مانع نمیشه که همدیگر رو دوست بداریم. اگر من اشتباه کردم این مانع نمیشه، این اشتباه شخصی منه. قومیت های زیادی تو کشور ما هست ولی همه مسلمانن. این قومیت ها مانع نشه که ما به هم نرسیم و همدیگر رو سیراب نکنیم از عاطفه های زیبا. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا، عاطفه های زیبا، مهرورزی. همدیگر رو دوست بداریم، لذت ببریم از دوست داشتن همدیگر. اگر نیازی به نصیحت پیدا کردیم، هر کسی حرف خیر زد اونو بپذیریم. نگاه کن چی گفت، نگاه نکن کی گفت. ما اینجا نیامدیم که فقط نماز تنها بخونیم.
آمدیم که قرآن رو بفهمیم. بارها و بارها گفتیم که شیعه و سنی وقتی میگیم فرق اسلامی، ما مسلمانیم. شیعه هم میگه من مسلمانم، سنی هم میگه من مسلمانم. قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، قرآن رو بگذاریم در وسط. الله سبحانه و تعالی میگه من از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سایر الصحابه من راضیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله میگه من از اینها راضیم. نعوذ بالله من ذلك. قرآن میگه النبی اولا بالمؤمنین، پیامبر برای شما اولاتر از جان شما، با ارزشتر از جان شما. النبی اولا بالمؤمنین. ادامه چی میگه؟ من انفسهم و ازواجه امهاتهم. و ازواجه امهاتهم. ازواجه زنان پیامبر مادران مؤمنین هستند. عایشه زن پیامبر نبود، ناموس پیامبر نبود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم لحظه ای که از دنیا میرن سر مبارک بر زانو و بر سینه ام المؤمنین عایشه گذاشته هست. آخرین لحظات خود را رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه ام المؤمنین عایشه صدیقه سپری کردند. آخرین روزهای خود، آخرین ساعتها و ثانیه‌های خود دفن رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه ام المؤمنین عایشه صدیقه هست. شیعه و سنی وقتی وارد مدینه منوره بشه، وقتی در مقابل حجره ام المؤمنین عایشه صدیقه قرار بگیره، یادش نمیاد که این حجره ام المؤمنین عایشه هست. شیعه و سنی وقتی بیایی رسول الله سلام بکنی، مگر بیایی به دروازه خانه ام المؤمنین عایشه صدیقه سلامی بزنی و دست به سینه استاده بشی و سلام بکنی، مگر گدای در خانه عایشه صدیقه بشی تا سلام تو به رسول الله صلی الله علیه و سلم برسه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن همه امهات المؤمنین من دوست دارم، عایشه از قلب دوست دارم. و صحابه میایه یا رسول الله چی کسی از همه بیشتر دوست داریم؟ میگن عایشه. میگه یا رسول الله منظور من از مردها بود، از مردها چی کسی را دوست داریم؟ میگن ابوها، پدر عایشه را بیشتر دوست دارم. یک مسلمان لحظه فکر بکنه، مسلمان فکر بکنه، چی شیعه چی سنی. خیلی به عجیب راهی میریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم 23 سال آمد کار کرد، 23 سال آمد کار کرد. به 23 سال دروازه وحی بر رویش باز بود. الله سبحانه و تعالی از آسمان بری وحی نازل می کرد. به 23 سال خسرش ابوبکر نعوذ بالله خراب، عمر خراب، عثمان دامادش خراب، ناموسش عایشه نعوذ بالله من ذالک انسان ناشایست، و صحابه پیامبر همه نعوذ بالله به استثناء 5 یا الی 6 نفر همه نعوذ بالله مرتد شدن. مگر پیامبر نتونست یک انقلاب مثل انقلاب حتی آقای خمینی هم ایجاد بکنه؟ یعنی سیاست آقای خمینی، درایت آقای خمینی، فکر آقای خمینی، علم آقای خمینی نعوذ بالله من ذالک از پیامبر هم بالاتر بود. لحظه فکر باید کرد. همه توهین به خدایه، همه توهین به پیامبره، توهین به ازواج مطهرات هست. الیاذ خدا، بترسید از خدا، اتقوا الله، بترسید اشخاصی که به صحابه و ام المؤمنین و به اینها توهین میکنید. پس باز هم مجددا میگم شیعه و سنی که اعمالی و موافق به قرآن و سنت رسول الله و موافق به اهل بیت رسول الله است، علی الرأس والعین، نور چشم من هست، تاج سر من هست. شیعه و سنی که سر و کار به به اصحاب رسول الله و اهل بیت رسول الله نداره، او برادر من هم نیست. او قرآن هم برادر من نگفته، به خاطر که انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادر یکدیگرن، نه مشرکین. مشرک هیچ وقت برادر مؤمن نمیشه. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که عقیده خود، باورهای خود و بالاخره عقیده درست و صحیح و عقیده اسلامی داشته باشیم.